خب ما زوایای رو توضیح دادیم براتون. حالا بحث بعدی که وجود داره بحث تکنیک هستش. ما باید بفهمیم که هر موی تو هر زاویه‌ای که کوتاه میشه حالا چه تکنیکی بهش میگن و باید اینا رو قشنگ درکش کنیم. حالا این قسمت و قسمت گردمانند و قسمت پشت سر مشتریمون تصور میکنیم و این خطی که اینجا وجود داره بر فرض مثال این یه تار مو هستش که تو این حالت قرار داره. حالا ما باید از رو این بفهمیم که زاویه 0 درجه اگه مو کوتاه بشه چه تکنیکی بهش میگن، زاویه 90 درجه کوتاه بشه چه تکنیکی بهش میگن و همینطوری تا 180 درجه که میاد بالا. حالا مویی که تو زاویه 0 درجه تو خواب موی خودش کوتاه میشه بهش میگن تکنیک لاین. مثل مشتری که میاد پیشمون و ما خط پشت گردنشو میزنیم و یا خط شقیقه‌اشو براش میزنیم چون تو زاویه 0 درجه و تو خواب موی خودش کوتاه شده بهش میگیم تکنیک لاین. یا همون خانومی که میاد پیشمون و میگه اینجا فقط یه بارش میخوام بزنم چون تو خواب موی خودش تو حالت افتاده موها بارش خورده میگیم بهش تکنیک لاین براش کوتاهی انجام دادیم. حالا زاویه 0 درجه که خارج بشه میشه زاویه 1 درجه و اینجا قبل این که برسه به زاویه 90 درجه یعنی زاویه 89 درجه اینجا ما تو این بین یه زاویه داریم ما بین 0 درجه و 90 درجه که بهش میگن زاویه 45 درجه. یعنی ما اگه از زاویه 1 درجه همینطوری 2 درجه 3 4 و همینطوری رو به بالا که بریم تا 89 درجه هر مویی تو این زوایا برش بخوره بهش میگیم تکنیک گرادویشن. و اگه موی تو زاویه 90 درجه تا 180 درجه حالا فرقی نداره تو هر زاویه‌ای که باشه برش بخوره بهش میگیم تکنیک لیر. پس ما اینجا تکنیکا رو هم شناختیم که مویی که تو زاویه 0 درجه کوتاه بشه میگن بهش لاین، تو زاویه 1 درجه تا 89 درجه بهش میگن گرادویشن و 90 درجه تا 180 درجه بهش میگن تکنیک لیر.